حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت. این آدم اومد تو تلویزیون به مردم اومد نیشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روون اومدیم. گفتم خب من صدای این خس و خاشاک